سلام. اساسی ترین نیاز هر آدم داشتن دلبستگی ایمنه. امروز من کتاب من چسبیدم به تو رو انتخاب کردم چون توش پر از جملاتی هست که گفتم و شنیدنش باعث میشه این نیاز خیلی خوب برطرف بشه. این کتاب در مورد دوستیه و حضور این دوست ها که حال و هوامون رو آفتابی میکنن. من چسبیدم به تو، اسمیرتی هالز، انتشارات مرسا. هر جایی که تو میروی من هم میروم. هر کاری که تو میکنی من هم انجام میدم. من چسبیدم به تو. این دوتا. حتی اگر از دستم شاکی باشی یا بپری توی آب یا دوباره عصبی بشوی، در همه لحظه های خوب و همه لحظه های بد، شاد باشی یا غصه بخوری، به هر چیزی که فکر میکنی حواسم هست. آماده ام تا بنشینم و به همه فکرهای تازه‌ات گوش کنم. هر وقت که بخواهی آماده‌ام تا کمکت کنم. خب البته شاید گاهی کمی دردسر درست کنم. عطسه کرده، خونش رفت. فرقی نمی‌کند چه کاری می‌خواهی انجام بدهی. مهم این است که من همیشه کنار تو هستم. شاید فکر کنی من نمی‌توانم، اما اینطور نیست. خب من همیشه دلم می‌خواهد سراغ کارهایی بروم که قبلا هیچ وقت انجام ندادم. چون از خودت یاد گرفتم چطوری آن کارها را انجام دهم. من و تو مثل دو تا دوست باحال خیلی خوب با هم کنار میاییم. من و تو مثل دو لنگه در انگار برای هم ساخته شدیم. مهم نیست چه اتفاقی بیفتد، من همیشه یار تو هستم. هیچ کوهی برایمان خیلی بلند نیست و هیچ رودخانه‌ای هم خیلی عمیق نیست. ما نزدیک صخره در کنار دریاچه و روی قله کوه یخی می نشینیم. به من که خوش می گذرد. ما راستش را بخواهی خیرسی فکر می کنم حالا دیگر باید تنها باشم. البته اگر اجازه بدهی. اینجا خیلی شلوغ بلوغ است. انگار اصلا جا نیست. رفته این پشت جا نمیده. واقعا مطمئنی؟ پس من می روم. انگار اینجوری بهتر است و همه چیز هم سر جای خودش است. همه چیز تر و تمیز و مرتب است. آخیش چقدر جا دارم هنوز. هر کاری که دوست دارم میتوانم انجام بدهم. دیگر جایم تنگ نیست و همه چیز هم رو به راه است. چقدر این تغییر خوب است. اینکه همه کارها را تک و تنها انجام میدم. همه چیز فقط و فقط مال خودم است. هر چیزی که نیاز دارم هست. اصلا دیگر لازم نیست چیزی را با کسی قسمت کنم. همه چیز عالی است. به جز اینکه دلم خیلی برای خرسی تنگ شد. خب راستش آهای خرسی برگرد. حرفایم به دل نگیر. شوخی کردم. من بدون تو چه کاری از دستم برمیآید؟ چه کسی به حرفایم گوش میدهد؟ حالا باید چه کار کنم؟ چه کسی کمک میکنم بهترین خودم باشم؟ چه کسی آخرین تکه شکلاتش را با من قسمت میکنه؟ من بدون تو اصلا حرفش رو هم نزد. من بدون تو ببخش که یکو از کوره در رفتم. خب حالا دوست داشته باشی یا نه من چسبیدم به تو. چه دلت بخواهد و چه نخواهد این همان چیزی است که باید اتفاق بیفتد. قهر کردیم. چه برنده باشیم چه ببازیم ما همیشه با هم هستیم. در شادی ها و در غم ها. ما همه تکه ها را کنار هم میگذاریم. ما با هم سوراخ قایقمان را درست میکنیم. هر چیزی را که خراب شده باشد با هم تعمیر میکنیم. خودت میدانی که ما چقدر در این کار ماهر هستیم. حتی وقتی با هم نیستیم باز هم از یکدیگر جدا نمیشیم. اصلا چطوری ممکن است چنین اتفاقی بیفتد؟ خب خودت میدانی که ما چقدر هوایی همدیگر را داریم. ما برای هم ساخته شده ایم. درست مثل نقشه گل‌های روی قالی یا مثل خامه روی کیک یا اصلا مثل دو دست وقتی همدیگر را بغل میکنیم. خب پس هر جایی که تو بروی من هم میآیم.
هر کاری که انجام بدهی من چسبیدم به تو، درست مثل چسب. و چه دوست داشته باشی چه نداشته باشی، یعنی چه دلت بخواهد چه دلت نخواهد، ما یک گروه هستیم، خانه دنج ما، و من تو را دوست دارم خیلی زیاد. تموم شد.